به نام خدا. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. بنده علیرضا صبوری هستم و با آموزش مبحث ساختمان ماده وراثتی در خدمتتونم. به طور کلی به کل ماده وراثتی در حالت هاپلویدی که از والد به فرزند به ارث میرسه ژنوم گفته میشه که ژنوم هم از اسید نوکلئیک ساخته شده. اسید نوکلئیک میتونه RNA یا DNA باشه. ژن هم واحد عملکردی ماده وراثتی و DNA هستش و ماده وراثتی هم از واحدهای تکراری به نام نوکلئوتیدها ساخته شده. هر نوکلئوتید شامل بازآلی نیتروژن‌دار، قند 5 کربنی فرانوزی و فسفات تشکیل شده. در رابطه با ساختمان قند در نوکلئوتیدها باید خدمتتون بگم که قند در نوکلئوتیدها به صورت 5 ضلعی و 5 کربن است که قند ریبوزه و یک قند آلدهیدی هستش. این قند اگر OH در کربن شماره یک قند در بالا قرار بگیره به اون فرم بتا و اگر در پایین قرار بگیره فرم آلفا میگیره. پس با این اوصاف چون OH در این قند در کربن شماره یک در سمت بالا هستش، پس حالت بتا داره و پیوندی که این قند میتونه ایجاد بکنه بتا ان گلیکوزیدی هستش. های قند با عدد پریم انجام میشه و در جهت اقربای ساعت هستش. کربن یک پریم با پل اکسیژن به 4 پریم متصل میشه و قند شکل های فضایی مختلفی رو میتونه در ماده وراثتی داشته باشه که شکل پاکتی یکی از اون شکل هستش که کربن 2 پریم یا 3 پریم اون از سطح حلقه خارج شده و فرم چرخشی تو این حالت دو اتم از سطح حلقه خارج میشن که یکیشون در بالا و دیگری در پایین قرار میگیره و به طور قراردادی سطح بالای قند و اندو و سطح پایین قند و اگزو در نظر میگیرن. پس 2 پریم اندو و 3 پریم اگزو که شکل اس به قند میده رو در DNA و 2 پریم اگزو و 3 پریم اندو که شکل ان به قند میده رو ما در RNA مشاهده میکنیم. DNA هم که در جریان هستید که دی‌اکسیریبوز هستش، یعنی در کربن شماره 2 به جای OH هاش وجود داره شده. پورین ها که از یک حلقه پریمیدینی به همراه یک حلقه ایمیدازول تشکیل شدن شامل گوانین و آدنین هستن. گوانین 2 آمینو 6 اکسی پورین بهش گفته میشه که به کربن شماره 2 عامل آمینی وصل شده و به کربن شماره 6 عامل اکسیژن. آدنین که 6 آمینو پورین نامیده میشه به کربن 6 اون عامل آمینی وصل شده و هم در دی ان و هم در RNA مشاهده اون هستیم. در این شکل شما مشاهده میکنید که ساختار این بازها به چه صورت هستش. تاتومریزاسیون هرگاه تو ساختمان بازهای عالی که موقعیت هیدروژنی و پیوند دوگانشون جابجایی رخ بده، تغییراتی تو ساختمان بازها ایجاد میشه که باعث اختلال در جفت شدن بازها با باز مکمل میشه که به این فرآیند تاتومریزاسیون گفته میشه و ساختمان جدیدی ایجاد میکنه که بهش تاتومر میگن. شکل تاتومر کتو انول و شکل تاتومر آمینو ایمینو هستش. نحوه تشکیل پیوند ان گلیکوزیدی به این صورت هستش که عامل هیدروژن متصل به نیتروژن باز با OH کربن 1 پریم قند منجر به آزاد شدن یک مولکول آب میشه که در نهایت این پیوند ایجاد میشه. 3 مدل DNA داریم، انواع ساختارهای دوم DNA رو شامل ADNA، BDNA و ZDNA که به طور خلاصه تو این جدول مشاهده می‌کنید. BDNA DNA والسون کریکی هستش تو محیط‌های استخراجی با رطوبت بالا که معمولا 92% گفته میشه وجود داره. به ازای هر نوکلئوتید 20 مولکول آب حول BDNA رو فرا گرفته به صورت راستگرد هستش. شکل فیزیولوژیک DNA هستش و DNA در سلول به فرم BDNA هستش. 10.5 جفت باز هم در هر دور کامل DNA دیده میشه. اما ADNA که در محیط‌های با رطوبت کم و غلظت بالای سدیم ایجاد میشه 14 مولکول آب به ازای هر جفت باز وجود داره. یک حفره سانگسترون تو مرکز اون دیده میشه. بعدی ساختار سوم DNA هستش که این ساختار رو سوپرکولی فراپیچش میگن که اگر یک DNA روی خودش تاب بخوره و دچار تابیدگی بشه ساختار ابرمال پیدا میکنه که طی اون سوپرکولی مثبت و منفی ایجاد میشه. امیدوارم از نکاتی که تو این قسمت گفتم راضی بوده باشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزو موفقیت.